اینقدر تعظیم به مسجد الله داره. قدم خدا در مسجد به شق علیحده میمانه. اینجا مراعات میکنه دعا را، اینجا مراعات میکنه کدام قدم خدا اول پیش بمون. این یک خانه عادی نیست که میمان خانه است یا اولی دروازه اولی تست غرس بزن. نه، مسلمان باید قدر و منزلت مسجد بدانه که در این جمعه خوف الله سرش نشسته باشه. بگو یکی مقامی است که با امرای الله روبرو میشم، با امرای الله گفتگو دارم. این مقام است که الله ای را محبوب ترین مقام نامیده. از امو خاطر است که در اینجا ادناترین چیزی که سبب بی حرمتی مسجد میشه انجام نمیدی. اعلان گمشدگی را نمیکنی، خرید و فروش نمیکنی، آوازت بلند نمیکنی. این مسجد است برای ذکر الله، برای تعلیم، برای نماز جور شده. مسجد به این خاطر است. مسلمان باید آداب و احکام مسجد بدانه. نمیفهمه در کجا بفهمه؟ حدیث خوانده؟ حدیث نخوانده بیچاره. مردمان میآیه اعلان چی را میکنه؟ جنازه را. فلانی خان دگروال فلانی، دگروال یعنی وظیفهش است، فلانی برادرش جنرال، فلانی برادرش وکیل. این نعی در شریعت ممنوع است. این طوری در دین در مسجد نمیشه. بیا حدیث پیغمبر است، من نکردم. تو در اینجا اگر تو در مسجد اعلان نکردی خلاص. امروز مسجد مرکز چی جور شده؟ اعلان گمشدگی، فاتحه خوانی، خیر و خلاص. جنازه در فلان ساعت برداشته میشه، دوستان مطلع باشه. خیر دیگه چیز نیست. در مسجد کدام است؟ مساجد در قدر شما داریم. قرآن برای ما میگه مومن در مسجد که داخل میشه حالی چی بکنیم؟ مستری ما با مکالای چتل پتلی ببلین خود میاد دمی مسجد نماز میخوانه. خب یک روز در میمانخانه خود با مکالا داخل نمیشه. یک روز اصلا نه همونطور. یه مشکل ماست. در مساجد الله قدر قیمتش میدانیم یا نمیدانیم؟ لهم فی الدنیا خزن، بری طور مردما که تعظیم مساجد الله را نمیکنه، تعمیر مساجد الله را نمیکنه، آن چیزی که هدف مسجد الله سوره برآورده نمیکنه، الله میگه به این طور قوم خزن، رسوایی است در دنیا. امروز ما رسواستیم. چرا؟ در مساجد الله در خرابش اول نمره هستیم. خرابی مسجد الله چی یک قدر آسان است که پرسان نکن. یک دندی میزنه. خب یک آدم میگه بیایی که والا نفوس ما خیلی زیاد است، مولا امام ریش سفید است بیچاره، توانمندی نداره که به اطفال ما درس بگه. بیاید پالیش یک دو دانه قاری سوم صبحکی معاش میدیم که برای 2 ساعت به اطفال ما درس بگه. یک نفر از اونجا میخیزه، باز این جنبویی میشه، باز این مسجد فرشایش خراب میشه. دندی میزنه. این را میگه دندی زدن. این خرابی مسجد است. تو دنمی آیت داخل هستی. و من ازلم. چرا نکردی که مسجد تعمیر شود، در اونجا درس و تعلیم دوام داشته باشه؟ نمیکنی. ولهم فی الاخرة عذاب عظیم، برای زیاد در آخرت عذابی بزرگ است. از که در عذابی بزرگ کجاست که ذکر الله را نگذاشتی؟ که در مسجد الله توحید الله بیان شود. و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. امرای الله کسی را آواز ندی. این مسجد برای الله تبارک و تعالی است. برید مسجد تایتان امیالی. اگر نام مسجدتان به نام مسجد غوث و ثقلین نبود در چی که میگه؟ غوث و ثقلین. ثقلین جن و انس میگه، غوث هم چی را میگه؟ او مراد از پیشش کس خبر داره؟ شیخ عبدالقادری جیلانی. نام مسجدتان که مسجد الله است به نام غوث و ثقلین است. یک کلمه شرکی مانده شده. دیگه چیست؟ دیگه نامشان داره. دیگه نه، دیگه غوث الاعظم. غوث الاعظم دستگی، امو فریاد رس بزرگ که الله را از دست گرفته که در دریا غرق میشد، نعوذ بالله. تا دیگه مسجدی دمو نام داره. برو در مسجد در یک گوشه مسجد یا الله نوشته است، در دیگه مسجد چی است؟ یا محمد. همون رقم که به الله آواز میدی به پیغمبر هم آواز بدی، نعوذ بالله. شرک چی را میگه؟ شاخو نداره. یا ما تعظیم مساجد الله را کردیم. تعظیم مساجد الله به این رقم میشه. وای که شما بعضی کلیپا را ببین از بعضی ملاها که ما براتون او کلیپا جمع شود براتون باید داده شود. عالم ریش سفید بزرگ، یک قوم خیلی بزرگ در سر قبر، شما باور بر الله بکنه، نسبت گپم به پیغمبر میکنه.
که بیان کنه که از خنده ذوب شوه. در سر مرده زن سخنی را میگه پیغمبر علیه السلام اینطور فرموده وقتی که تو کل عمر 40 سال امامتی تا همینطور علم کرده باشه که اینطور گپ از دهنش میبره، از تو چی توقعی خیر باشه؟ از تو چی توقعی هدایت باشه؟ بعضی جاها که ملا تقریرها میکنه، بسیار تقریر را ثبت کنید، در این بسیار فایده هاست. تقریرها را ثبت کنید که در این فایده هاست و باز منکر میشه. ثبت کنید تقریرها را که براتان واضح شود، براتان بگم که این چی گفته، اینی گفت، قرآن چی گفته، در ضد و در تناقض و تضاد قرار داره یا نداره. براتان واضح شود که واقعا در افغانستان مردم یقینا حق مسجد ادا کرده یا نکرده، عالم قوی و برجسته که لیاقت مسجد داره گرفته یا نگرفته. چشما را سرمکدگی و لنگی گرد، تیر موتر وار زدگی. یک دیگر در یک سرای در کوتی سنگی در دیگر رفتم که جماعت بکنم که یک ملا پیش شد، حرکات نمازش برای من معلوم کرد که عالم خونه است. ما همین متصله که می سلام دور داد، خیستم نماز خدا اعاده کردم. باز بعد از دیگه تا که من نماز میخواندم یک آدم میگه که الله تو را خیر بده، همی تو واری ملا که اینجا باشه انشالله چقدر خوب میشه. من دیگه در دل گفتم ای افسوس، آدم خیلی معمر، خیلی آدمی فهمیده. خوی برآمد ملا صاحب که سلام دور داد. گفتم ملا صاحب در کدام مدرسه درس خوانده؟ گفت والا مدرسه را نخوانده. چقدر حفظ کرده؟ گفت حفظم نکرده. ما گفتم دیگه تو اینجا امامت میکنی ده چی تو؟ گفت والا امامت از زیاد دوست دارم. ما گفتم خوب. گفت نه، گفت مرید یک پیر صاحب هستم، خلیفه صاحب هستم. من کدام خلیفه هست؟ خوب. ما گفتم نه گبزی بزن، همین تجوید خوانده ای، قرائت کرده ای. گفت نه یک دو سه سورت یاد کرده من اینجا خورد. حالی خواستم که دیگر اینجا نماز بدم. بسیار خوشم میاد نماز دادن. باز ما برش گفتم که قومه چی را میگه؟ قومه را میشناسی؟ حیران شد بیچاره. گفت جلسه را ما گفتم میشناسی؟ ما گفتم تعدیل ارکان چی را میگه؟ باز برش گفتم که تمانیه چی را میگه؟ میفهمی؟ سمون بکمون بیچاره گفت دیگه. مازی گفت نه طریقه خو گرفتیم. مولی سے مرا ملامت نکو. من چی بگم؟ مرا ملامت نکو، طریقه خو گرفته. اینی حالات ماست، اینی امامای ماست. مساجد ما پور به اینمی قسم است. اوی یقینا تخریب مساجد است. مردم خدا اینطور فکر نکنه که ما مسئول نیستیم. شما باور به الله بکنید که اولادتان قرآن یاد نمیگیره، کلیتان مسئول هستید در روز قیامت که قرآن نمیفهمه. مسئله دین که نمیفهمه شما مسئول هستید. چرا؟ همین ملا گرفتن در اختیار شماست یا در دیگه کس؟ ما مسئولیت داریم. امام گرفتن در اختیار ماست، تلاش میکنیم. فقط یک نفر بخیزمت تا وقتی را امامی که بدلم نباشه امتحان ترجمه را بده، یک هفته فقط دوری چی داشته باشه؟ بگه آزمایشی. یک هفته مولا امام اینجا برای ما نماز بده، ما یک دفعه نماز یه ذره طول کنیم در ترازو پرتیم که یقینا به طریق سنت نماز یاد داره یا نداره. ترجمه قرآن برای ما بکنه، درس حدیث بگویه، اولاد درس بگویه، شیوه اخلاقش هم آشنایی پیدا میکنیم. یک هفته بعد باز قطعش پروتکل میکنیم. بعد از او باز ما میگیریم. عجیب است. بار براتان گفتم گندره را که میگیری در پا بیش است که ملاق میدی 5 دقیقه را دو تیر میکنی. برادر گندنه است، یک دستیش بالا کو برو بخیر. در یک گندنه 5 دقیقه را تیر میکنی، تعامل میکنی، فکر میکنی با او کسی که تو اقتدا پشتی ازی میکنی در بزرگترین عبادت که نماز است. با او کسی که پیشوای دین و آخرتت است، دنیا و آخرتت است، در مورد ازو تعامل نمیکنی. ما بار براتان نگفتم که اینطور امام است که یقین به الله بکنی آن مشرک است. عقیده داره که اولاد تصرف داره، عقیده داره که اینمی دنیا اینمی افغانستان یک متصرف داره، عقیده داره که در دنیا ابدال و اوتاد است، غوثا است. این دنیا توسط ازوا چیست؟ برقرار است. اینطور مردم ملایت است، تو نماز پشتش میخوانی. چرا؟ این مسئولیت برای کیست؟ از این آیت از این چی برای ما معلوم میشه که الله باز نگفت که و من ازلم ممن منع مسجد بیت المقدس یا مسجد الحرام. اینطور نگفت الله، مسجد خاص نکرد.
گفت و من ازلم ممن منع مساجد الله. مساجد الله میگه، مساجد الله کیست؟ در هر جایی که به نام الله مسجد جور شده در مسئله تعظیم مکمل برابر هستند. هر عملی که منافات با مسجد حرم و بیت المقدس داره با مسجد نبوی داره، یک مسجد خرد کوچک که در سر کوسته هم این می رقم داره. هر چیزی که در او حرام است در یام حرام است. اگرچه در مسئله تفاضل ثواب 3 مسجد و فضیلت داره. در بیت الله نماز خواندن در مسجد حرام 1 لک نماز شمار میشه، در مسجد نبوی 1000 نماز، در بیت المقدس 500 نماز. دیگه مسجد ها در مسئله ثواب کلگی برابر است. اما در مسئله بی حرمتی کردن خردترین مسجد با بزرگترین مسجد علی ساویه است. امو رقم که بی حرمتی یک مسجد بزرگ میکنی، اگر از خردم کردی اینمی قسم تو ظالم گفته میشی. الله تبارک و تعالی برات ظالم گفته. ولله المشرق والمغرب، خاص برای الله تبارک و تعالی است المشرق مشرق والمغرب مغرب. فاینما تولوا فثم وجه الله، هر طرف که شما رو میگردانی فثم وجه الله، امو طرف وجه بلا کیف الله تبارک و تعالی است. ان الله واسع علیم، یقینا الله تبارک و تعالی واسع است، رحمتش علیم میدانه تمام جهتها را. اگر کسی تو را از مسجد منع میکنه نمیگذارته. یکی از اعتراضات یهود امی بود، شبهه را مینداختند در ذهن مسلمان ها. میگه عجیب است اینقدر وقت این مردم ها طرف بیت المقدس نماز خواندن، طرف بیت الله، این نمازها چی رقم میشه چی رقم نمیشه. مردم در شک مینداخت. چرا؟ به خاطری که مردم اینطور فکر میکرد که والا راستیام اگر او حق باشه چرا این طرف آمدیم، اگر این حق باشه اینقدر وقت که نماز اون طرف خواندیم این چطور میشه. مثل که پشتی سر در سپاره دوم امی اعتراض ها میکنه. الله تبارک و تعالی جواب میگه معتبر در اینجا تابعداری فرمان الله است. زمانی که فرمان الله برای تو آمد طرف بیت المقدس، روی دور بدی طرف بیت المقدس. زمانی که فرمان الله آمد بیت الله، بیت الله. چرا؟ معتبر قبول کردن فرمان الله است. اگر تو بگویی که جهت الله در یک جهت است در دیگه جهت نیست، نه، الله در هر جهتی که تو بگویی الله هست. چرا؟ الله سر عرش است، عرش احاطه کرده کل کائنات و الله احاطه کرده عرش. الله به اعتبار ذاتش احاطه کرده عرش، صفتش احاطه کرده، ملکیتش احاطه کرده. نه از ملک الله چیزی بیرون و نه از علم از رحمت الله چیزی بیرون نیست. الله همون قدر ذات است. 3 قسم چیز احاطه الله تبارک و تعالی در اینجا بیان میشه: احاطه صفتی، احاطه ذاتی و احاطه ملکیتش. الله از هر نگاه ملکیتش سر هر چیز ثابت است، از علمش هیچ چیز بیرون نیست. ذات الله تبارک و تعالی احاطه کرده کل عرش. از او خاطر هر طرف که تو رو دور بیدی همون طرف الله است، همون رقم که لایق چی؟ شان الله است. خلیکن الله سر عرش است، عرش احاطه کل عالم کرده. پس از او خاطر هر طرف که نماز میخونه اگر مردم منم کنه شبهه و اعتراض هم میکنه، اعتراضاش بیجای است. چرا؟ منظور در اینجا تابعداری فرمان کیست؟ الله. ای که الله امر کرده که فلان جهت بخونه به خاطر یک جهتی مردم. چرا که عبادات الله باید یک رنگ باشه. مثلا وقت الله تعیین کرده کل مسلمان ها در هر منطقه که استاد میشه روی خود طرف کی میکنه؟ بیت الله. این یک جهتی مسلمان ها را نمایان میسازه که مسلمان ها یک جهت داره. اینطور نیست که متضاد و پراگنده نعوذ باشه. در مسجد داخل شد یکی طرف ایستاد شد یکی طرف یکی طرف. نه، در امور دنیا نظم و دیسپلین و ترتیب چی است؟ قابل قدر است، قیمت داره، ارزش داره. در عبادات الله خو به طریق اولا عبادات الله باید همین قسم نظم داشته باشه، همین قسم گبی کدام دیسپلین و ترتیب باید مراعات شود. از او خاطر الله امر کرده. یک ترجمه است. پس اینجا برای ما میگه که الله در او وقت فرمان داده به طرف بیت المقدس نماز میخوندید، بالکل نمازتان درست است. باز فرمان الله آمد طرف بیت الله. یا یک جای برات معلوم نمیشه که قبله کدام طرف است، تحرا یا فکر میکنی به هر جهتی که نماز خواندید بالکل درست شده ولو خطا کرده باشی. چرا؟ به خاطری که معتبر فرمانی کیست؟ الله. و کسی که قبله سرش اشتباه شود قبلش چیست؟ جهتی فکرش است، هر طرف که فکرش کار کرده. 2 یا در حالت جهاد و دشمن
در اون صورت تو مراعات قبله را نمیتونی. هر طرف که روی طرف دشمن است همون طرف نماز خوانده رایستی. بس الله است. در هر جای نماز طرف کیست؟ الله تبارک و تعالی است. در کلمه وجه ابن قیم شاگرد است و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه استاد است. هر دو با هم اختلافی نظر دارند. شیخ الاسلام مراد از وجه الله را میگیره، فسمى جهت وجه الله ذات الله است. وجه مراد جهت میگه، جهت الله است که طرف عرش است بس. لیکن ابن قیم رحمت الله علیه میگه که وجه هم مثل صفتای الله است. صفت ید، صفت چی؟ بگوی چی؟ بالا بودن، برابر بودن، اینی طور صفتا که برای الله ثابت است. وجه هم از اون صفتا این را به نام صفات متشابهات میگن که اصل صفت به الله ثابت است و کیفیتش ما نمیدانیم. از او خاطر ترجمه باز اونجا اینطور میشه فاینما تولوا، پس هر طرف که شما رو میگردانی، فتم امو طرف وجه الله، وجه الله است، روی الله است. امو رقم که لایق شان الله تبارک و تعالی است، به الله روی ثابت است. ما تاویل نمیتونیم، معنای دیگر را گفته نمیگیم، تشبیه نمیتونیم گفته، کیفیتش بیان کردن نمیتونیم. بس همون طرف روی الله است، همون رقم که لایق شان الله است. یک ترجمه بود. منظوری است که اعتراضات مردم سبب ایجاد شبهه در قلب شما نشود. چرا؟ معتبر تابعداری فرمان الله است. هر طرف که الله فرمان میده همون طرف روی کو، بالکل درست است. دوم مسئله اینجا وقتی که من میکنم مساجد الله را که دو ذکر کرده شود ترجمه قرآن نمیمانه، ای عالم دیگه تو بانه به خود جور نکو. ابلیس لعین میاد برای تو میگه که مسئولیت دادا شد دیگه، این اینجا مردم نمیمانه تا خیر تو هم ترجمه را دیگه بس کو، نکو به مردم تبلیغ و دعوت نده، این مردم خودش نمیخواد. نه نه نه، اینجا از اینجا حرکت بکو در جای دیگه، در منطقه دیگه، در اونجا دعوت دین الله را انتشار بده. چرا؟ منظوری تو خدمت دین الله است. اگر در مسجد قریت باشه، اگر در مسجد دیگه کس مرا میگه در غوربند اگر کسی تو را نمیمانه بیا در کمپانی در مسجد شیخ محمدیو بس دعوت کو. هر جای دعوت دین الله است. قرآن میگه ولله المشرق والمغرب، خاص برای الله مشرق و مغرب است. هر جای که دین الله را بیان کردی دین الله است. این فرق نداره که در این مسجد باشه در اون مسجد باشه. خود درک نکو دعوت دین الله را. این را میگه تاکید با او کسایی که مسئول دعوت هستند، یا دعوت با این و آن و بهانه ها ترک نکنن. یک تعداد علمای ما بسیار گل خورده در این مسئله. وقتی برش میگه موریسی چرا ترجمه نمیکنی؟ والا مردم خوش نداره، گوش نمیگیره، یا میگه ما را نمیمانه. که نمیمانه امی امامت امی مسجد سرت فرض است. اعلام کو برو در یک مسجد دیگه قطعی قوم امامت بکو که وام برات بگه که ترجمه کن. همونجا برو دعوت دین الله را انتشار بکن. اگر ما همینطور می بودیم قرار دیگه بشیم، مردم ما را نمیمانه، خلاص در خانه خو کن. کلی مردم خصوصا که از منطقه خودش باشه میمانه شه نمیمانه، از هر قسم گپا را در جانش پیدا میکنه. نی حرکت کن. پیغمبر علیه السلام ماند در مکه که دعوت بده، در مدینه رفت. هر جایی که خدمت دیدین علمای بزرگ تاریخش بگوید در منطقه خود خدمت نتونست تا که مجبور به چی نشده؟ هجرت. در جایی که هجرت کرده باز اونجا حامین الله، فداکاران الله پیدا میکنه که جبر چپک استاد است برش. الله پیدا میکنه. تو غیرت به دین الله بکن، الله بسیار ذات غیرتی است، تو هم همینطور حفاظت میکنه. بالکل واقعیت است. برای الله خو مشرق و مغرب شمال و جنوب هم است. چرا مشرق و مغرب هم میگه؟ مشرق و مغرب دو جهت خیلی واضح که نشانه های قدرت الله درش آشکارا میشه. اما دو جهت است. آفتاب بزرگ از جهت چی بالا میشه، طلوع میکنه، در کجا غروب میکنه؟ اینه سیاهی و سفیدی از کجا طلوع و غروب میکنه؟ از او خاطر که نشانه بزرگ قدرت الله در دو جهت نمایان است، از او خاطر کلمه مشرق و مغرب گفت. وگرنه کل جهت ها در اختیار ملکت کی قرار داره؟ الله. قرآن خو میگه که مشرق و مغرب در ملکت و اختیار کی قرار داره؟ کی قرار داره؟ خو مردم کابل میگه که کابل در اختیار عاشقان و عارفان است. برای یک بلک مردم استقبال بکن. اما کتاب به نام کلیات یا 4 کتاب بخارا میگفت چه؟ او را خوانده بودی یا نخوانده بودی؟ 4 کتاب بخارا همونجا که نوشته کرده بوده که پنجشنبه کالایت ببری
دیگه اینطور میشه که سه شنبه بوری اینطور میشه. نعوذ بالله اگر هم بستری در روز یک شنبه کردی، در روز عید کردی، شش ناخنا میبره. اینی گپا را غلط اوهام گفته بود یا نه؟ در اونجا باز گفته بود چند پیر داری؟ یک پیری تام دلاک است. عجیب پیرا را معرفی کرده بود. باز میگفت که متصرف خراسان کیست، ترکستان کیست، بخارا کیست، سمرقند کیست، متصرفین معرفی کرده بود. خوب بسیار کتاب غلط و نادرست چیزایی ده او بیان شده بود. او مردم هر کتاب فروش که می آورد همون کتاب می آورد، کلی مردم همون کتاب می خرید. چقدر این نادانی بود. کتاب فروش غیر از کی را می آورد؟ خوجافز برده دل و جان من، دلبر جانان من. و من خرابی کجا و نغمه ربابی کجا. همین بود یا نبود؟ یک کتاب تفسیر وجود نداشت، حدیث وجود نداشت، کتابی که تعلیم عقیده را امروز هم که همین کتاب فروش در دیات میره، تو باور به الله بکن غیر از اون کتابا دیگر را نمیبره، در حالی که کتابخانه پر است. من اینجا کتاب دارم، یک دفعه بالا برو دلت کنده نمیشه که اول کدامشه بگیرم. ایران میمانی آخر هیچ خریده نمیتونی که کدامشه بگیرم، که دلچسب است، که مضامین خوب داره. نبود. همین علمای ما مردم ما را چرا توصیه نمیکرد که در بازار فلانی کتاب است اینی را بخر؟ ها بگوی شما. این حالات ما بود. ولله المشرق. اونجا دو کتاب گفته بود که متصرف خراسان فلانی است. نعوذ بالله. خب قرآن چی میگه؟ ولله المشرق والمغرب، خاص برای الله است، در اختیار الله است، در ملکیت الله است، مشرق و مغرب کل جهتا. فاینما، پس هر طرف تولو که شما رو میگردانه، فتم وجه الله، امو طرف جهت الله است، یک مانا. یا فتم وجه الله، امو طرف روی الله است، امو رقم که لایق شان الله تبارک و تعالی است. ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی، واسع فراخ است رحمتش. یعنی هر قسم حکمت که الله بالای بندگان خود میاره، به اعتبار علم، به اعتبار عطا و بخشش، به اعتبار فضل و احسان خیلی وسیع است. هر حکم و فرمانی که الله میده من فضل احسان سرت میکنه، بری تو اجر میده. چرا تو پابندی دینش میکنی، امرش قبول میکنی. علیم میدانه که کدام طرف مصلحت است، فرمان الله تبارک و تعالی که میرسه، تو باید عقل جنگی نکنی. بس الله خوش کرده که اینی قسم نماز بخوان به اینمی طرف. و قال اتخذ الله ولدا، دیگه گفتن که جور کرده گرفت الله بری خود ولد، بچه خونده به خود گرفتن. اعوذ بالله. سبحانه و الله جواب میده پاکیست برای الله تبارک و تعالی. بل له ما فی السماوات، بلکه خاص برای الله ما آن چیزی که فی السماوات در آسمان است، والارض در زمین است. کل له قانتون، تمامی له خاص برای الله قانتون، تابعدار هستند، منقاد هستند، فرمان بردار هستند. و قال اتخذ الله ولدا، گفتن دیگه خباثتی مردم است، نسبت ولد به الله تبارک، نسبت شریک به الله کردن. گفتن الله اولاد گرفته. چی معنی اولاد؟ اولاد حقیقی مراد نیست که الله زن داره و از او بچه پیدا شده و اولاد گرفته. قالو کیستن اینجا؟ کلگیستن. مشرکین مکه گفتن ملائکه بنات الله است، دخترای الله است. نعوذ بالله. یهود گفتن که عزیر ابن الله، عزیر علیه السلام پیغمبر، چی گفتن؟ بچه الله است. نصارا گفتن که عیسی ابن الله، عیسی علیه السلام بچه کیست؟ الله. الله میگه هر سه طایفه قابل قدر اعتبار نیست. چرا؟ به خاطر که به الله اولاد شریک ثابت کردن. اینجا مراد از اولاد نسبی نمیگه، حقیقی را نمیگه، اولاد حکمی. اولاد حکمی کی را میگه؟ مثل که کسی خود اولاد حقیقی به خود نداره، یا کسی را برای خود چی بکنه؟ بگه بچه خونده جور کنه. بچه خونده کی جور کرد چی میکنه؟ شما بگوید. اینه یک کسی را به بچه خوندگی گرفت چی میکنه؟ معامله بچه نسبی را قطعش میکنه. حالی در خانه آزاد داخل میشه نمیشه، در ملک و مالش تصرف میکنه. اما تو رست یا نه؟ هر چیزی خدا برای ازو میده. نه، این مردم هم عقیده داشتن. نعوذ بالله. یهود میگفتن که عزیر علیه السلام این بچه الله است. مراد از بچه الله چی بود؟ مثل که پدر به بچه تمام چیز خوش داره که او یاد بگیره و بفهمه. اینمی قسم الله کلی علومه در کی داده؟ به عزیر علیه السلام داده. نصارا میگفت که کل قدرت و تصرف الله مثل که پدر به بچه خود میده، الله به کی داده؟ به عیسی علیه السلام داده. او چی میگفت؟ مشرکین مکه میگفت الله کل اختیارات و
اذن و اجازه را به کی داده؟ به ملائکه داده. نعوذ بالله. این را میگه. او اصل بچه حکمی خوی را میگه که ما شما گفته بودیم یک کسی که بچه داشته باشه، بچه از او در ملکتش تصرف میکنه، رنگش به مثل رنگی کی میباشه؟ پدر میباشه. او پدر برش احتیاجات میداشته باشد و در یک وقت گپی بچه خدا قبول میکنه در مورد کسی اگر سفارش میکنه. اینی خیالاتی بود که یهود و نصارا و مشرکین مکه را وادار به این ساخته بود که هر کدامشان برای الله نعوذ بالله شریک ثابت بکنه. از او خاطر در تفاسیر مثل ابن عباس رضی الله عنهما مراد از ولد نایب میگیره، نایب، جانشین، که بعضی اموری خدا، کارای خدا الله میسپاره برای ازیا کی کارا را انجام بده. اینی عقیده را در اون زمان این مردم میکرد. مثل که آل امروز مسلمانای ما در حق اولیاء امی عقیده را داره یا نه؟ میگه این نازدانه است، الله برخه ور کرده ده، برخه الله برش حصه داده، ایرای ترخوار ندانی الله برش داده. کدام در کدام آیت ثابت است که برخه برش داده؟ کدامی سر برش داده؟ افغانستان داده یا تاجیکستان یا پاکستان؟ کدامیش داده؟